سلام دوستان، این برای جاهایی که پاچه تنظیف باید برشکاری کنن تو کارگاه صنعتی، این یه روش ساده و ابتکاری ما با اره آهنبر درست کردیم. راحت و سریع این پاچه تنظیف ها برش میشه و مورد استفاده قرار میگیره. روش های دیگه 2 نفر باید باشن و بگیرن و خطر بریدن دست هم داره، با تیغ موکت بری میبرند و اینا، ولی این راحت. ببینید یه دونه اره آهنبره محکم شده به قفسه، خیلی راحت. حتی با اون پشت تیغ اره هم میشه برید که تیزش کنیم با یه سوهان. خدا نگهدار. سلام دوستان، این برای جاهایی که پاچه تنظیف باید برشکاری کنن تو کارگاه صنعتی، این یه روش ساده و ابتکاری ما با اره آهنبر درست کردیم. راحت و سریع این پاچه تنظیف ها برش میشه و مورد استفاده قرار میگیره. روش های دیگه 2 نفر باید باشن و بگیرن و خطر بریدن دست هم داره، با تیغ موکت بری میبرند و اینا، ولی این راحت. ببینید یه دونه اره آهنبره محکم شده به قفسه، خیلی راحت. حتی با اون پشت تیغ اره هم میشه برید که تیزش کنیم با یه سوهان. خدا نگهدار.